بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اما سوال راهی کردیم برادران درباره آیا جن ها مثل آدمان به بهشت یا دوزخ داخل می شوند یا اینکه مثل حیوانات خاک می شوند. سوال دادن. در این سوال انشاءالله حرکت کرد میکن، انشاءالله خدا خواهد جواب میتیم. البته عالم دنیای جن ها است. اگر ما به تاریخ نظر اندازیم، حضرت سلیمان علیه السلام یعنی در بالای جن ها حکمران بودند. چندین سال جن ها را انشاءالله یعنی خدمت میکنند. داید در خدمت حضرت انشاءالله حضرت سلیمان شای بودند. یا که به تاریخ انشاءالله قرآن نظر اندازیم، الله سبحانه و تعالی من برای جن ها علایل یک سوره جن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز بامداد میخواندند. یک گروه جن ها اومده چیکار کردن؟ ایمان آوردن و اسلام قبول کردن. جن خودش کلمه عربی است، یعنی معنایش روح می باشد. در این کتاب های انشاءالله تاریخ اگر نظر دادیم، جن ها در هر شکل داخل می شدند. یعنی جن می گفتیان، اجینه می گفتیان، دیو می گفتیان انشاءالله، یا که بلا، یا که عزازیل، یا اینکه پری، یا که اخریمان و هاکذا دیگر نام ها که نام برده می شدند. یعنی موافق قرآن کریم جن ها از آتش یعنی بدود آفریده شدگی هستند. چطوری که آدم علیه السلام از خاک آفریده شدگی است، همه جن ها هم از یعنی آتش بدود یعنی آفریده شدگی هستند که در روی زمین و در آسمان در همه جاها زندگی میکنند. و جن ها هستند که نمازخوان هستند، نماز میخوانند. و جن ها هستند که کافر هستند. یعنی جن ها در یعنی هر نمود شکل انشاءالله داخل می شوند. ابن عباس روایت میکند که در روی زمین فساد کردن. وقتی که پیش از ما و شما انسان آفریده شدنش، جن ها آفریده شدگی بود که در روی زمین فساد کردن، که از بسیار از حد گذشتن. بعد عزازیل خداوند اجازت داد، عزازیل اومده و چیکار کرد؟ نیست و نابود کرد، زمین را تازه کرد. و بعد از این آدم علیه السلام چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد آفرید. یعنی در سوره ذریات آیت 56 الله سبحانه و تعالی معلوم میکند که استعیذ بالله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفونی. یعنی ما نآفریدیم جن ها و انسان ها را مگرم برای عبادت من. از این معلوم شد که انسان ها هم جن ها هم برای عبادت الله سبحانه و تعالی در دنیا آفریده شدگی است. مفسر گفتن الی عرفونی، برای شناختن الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد چیکار کرد؟ یعنی خدای تعالی انشاءالله اینا را آفریدگی است. اینها مؤمن میشن، کافر میشن. اینها مثل آدم ها زندگی میکنن، اویلدار میشن میگه کتاب، یعنی فرزنددار میشوند. ببینین حتی میخورن، میآشامند، نماز میخوانند، لکن جنها را عمرشو نسبت عمرهای انسان ها دراز میشد است. یعنی عمرهای ما و شما خدا خواهد اگر یک عصر باشد، ما یک عصر حق داریم انشاءالله خدا خواهد. یک زایتر کم در کم نگذاریم، یک عصر انشاءالله الله سبحانه و تعالی برای ما و شما ارداده است. لیکن عمری وی چی بشد است؟ البته انشاءالله زیادتر بوده است نسبت ما و شما. البته وی ها را مگر کسانی که عبادت میکنند جن ها داخل جنت میشوند. کدام جن هایی که به خدا شرک میارند، فرمانی الله نمیکنند، البته انشاءالله خدا خواهد چی؟ به دوزخ میدرایند. البته این کار که میکردگی هاش از سرکش هم هست. مثل ما آدم هم هستیم که من آدم هم هستم که مؤمن ها هستن، کافر ها هستن. کسانی هستی که به خدا اطاعت عبادت میکنن، کسانی هستن که بالکل منکر خدا هستن، حتی منکر کتاب هستن، منکر پیغمبر هستن، منکر فرمان الله سبحانه. این چنین شیطان ها همچین است. حتی که شیطان ها در روی زمین هم میگردن، در خانه ها میگردن، در آسمان ها میگشتن زمین، یعنی شیطان ها.
حتی پیامبری بزرگوار ما امام بخاری حدیث هست وقتی گفتن شما آواز یعنی خروس شنوین دعا کنین الله انشاءالله اجابت میکند چونکه خروس چرا میدیده است یعنی ملائکه فرشته را میدیده است وقتی گفتن خر بانگ زند شما از یعنی شر شیطان پناه طلبین که چونکه وی شیطان را میبیند حتی عکاسی سرکم یعنی آواز براردن شم وقتی که شیطان رو میدود باید که ما این شوش بکنیم انشاءالله پناه طلبیم پدر جین ها ابلیس است چون که اصلی پدر ما و شما چی است حضرت آدم علیه السلام از عزیزان من این بود قصه کوتاه درباره جین اگر نافهم آیا باشدگان سوال باشد مرحبا میتونیم با مراجعت کنین با پرتن کاملتن به شما عزیزان انشاءالله رسانیم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.